بابا حاج تمسا بالاخره اومدی. دمت گرم گذاشتی موقع ترکیدن من تشریف فرما شدی. خوبی قاسم کتلت؟ جات خالی. نمیدونی چه سندی از دزدیهات رو شده. آخه کدوم شل مغزی دلارها رو تو فرودگاه با چمدون تحویل میده آخه؟ اون گاگول قرار نبود این موضوع رو علنی کنه. 100 بار بهش گفتم یه وقت خر نشی بگی این پولا رو از کجا آوردی. راستی سید ازم خرسالله چیکار میکنه؟ اون که از وقتی تو ترکیدی مثل سگ ترسیده قایم شده. حالا خونه کثیفت رو بیشتر از این کثیف نکن. بیا اون قیافه هیولاییت رو من یه ماچی بکنم. لکن جمع کنید این اشوه های شطوری را. فکر کردید برای عشق و حال اینجا آمدید، لکن اینجا جهنمه. مصباح توی باز این جنتی ذلیل مرده جا خالی داد. لکن تو هم جان سگ داشتی. این اواخر چند بار خبر مرگت رسید. تمساهای اینجا جشن گرفتن ولی فیک از آب در آمد. سلام امام. مقام عظما خیلی سلام رسوند. گفت به امام بگو مرتی که شلده است. آخه این نظام بود که برا ما پس انداختی. لاکن خفه. سیدنی گدا غلط کرده با اون عبای جر خوردش. تو هم فعلا برو پیش تمساهای جهنم که خیلی وقتا منتظرت دیدنت هستن. 4 تا از سخنرانی های من ره براشون سر هم بندی کن بده به خوردشون تا هممون ره اینجا تکه پاره نکردن.